مسئله طلاق گپ زد. ولی بینین همین مسئله هم بسیار مسئله تشویش آوره در جمهوری. اگر هر سال شما اهمیتین همین آمارا را میتن که چند طلاق مثال در جمهوری شیدگیه، برادرای عزیز بسیار تشویش آوره. برای همین یکی از سببهای ویرانشوی عائله ها هم ای حساب کار نکردن جوانای ما هست. یکی از سببهاش همینه که وقتی که فرزندای ما تو کار نمیکنن، زن میگیره و کار نمیکنن. زن برای که ما دادیم کلانترا دادن، اگر چنده که با گردن پدرم نبود که من باید بچه‌م زن بتم، لیکن ما جوان مردی کردیم یا ترحم کردیم زن دادیم. ببین دیگر حتی همو خوردن و پوشیدن همو را هم با وظیفه پدر میگذاره. اینجا در نه تنها برادرای عزیز سببی بر حتی سبب بی‌قدری خودی مردک هم در نزد زن میشه. اگر زنی که حتی گپ زن نباشه گپ میزنه، بعد گپ زن نباشه دیگه ای دیدار همین مردک به جان میزنه. دیگه چند آخی ایس نمیگردی همین کشپلو کگی ای پرا میگردی کشپلو کگی دیگه دل تمیگیره. برای همین برادرای عزیز و گرامی، برای آنه که طعام این زن آماده شود این مردک باید چنانش بستگی کار کنه. برای چی در حدیث ها میگه که کان زکریا علیه السلام نجارا؟ برای چی حدیث ها میاره که حضرت زکریا بازم آنه که برادر پیامبر این بسیار مسئولیتی خیلی گران بود که باید تمام آنچه که الله فرستادگی را به گوش مردم رسانه. این بسیار مسئولیتی وزمین بود با آنچه که الله فرستادگی را به گوش مردم رسانه. این بسیار مسئولیتی وزمین بود، بازم همین استاگی میکرد، چوب تراش بود. هر یک پیامبر در حدیث ها از مثال کسب هاشون یادآور می شود. در حدیث که مثال فلانیش حضرت داوود مقصد زیره می بافت و ای محصولی دستش می خورد. با مقصد چی همین را میاره که ما را میگن که یعنی شما که آخی اون مسئولیتی اونا داشتن تا او اندازه مسئولیت ندارید، بازم این مسئولیت و مشغولی کار بوده. برای همین برادرای عزیز و گرامی گفت یکم حق همینه. بعد گفت تکسوها اذا اکتسیت، هرگاهی که یک کرتک تکی نو کردی، پای افضال تا نو کردی، باید کرتا و پای افضال زنم نو کنی. برادرای عزیز ولی ببینین از روی انصاف گوییم، من یک شفانیر دارم ممکن 20 کرتا دارم، نه که زنه که ای سال با ای سال هم یک کرتاکش میکنیم نمیکنیم با همی بگه که خیلی چخیل نداری اینمی نو نکردم، نو 6 سال پیش بود نمی نو کردیم کن. انا بین سبب ها را بینده برادر، هر روز توفلیت نو میشه و بیچاره با او قری گپ نمیزنه، هر روز کرتایت نو میشود، هر روز یک مثال فرما کشال میکنی، آیا میگوی چی او این چیزها را احساس نمیکنه؟ برای همین برادرای عزیز من برای چی را ساده کرده گفتیستم که شما دانین که زنم در همین مسئله حق داره. ولی بسیاری جنجال ها را دیدین که وقتی جنگ میشه ما این اشتراک کردیم، همون زنگ میگه بابای آجی ایرو انصاف گو آخران بار مرا کی کرتا کگه، کی همین مرا کرتا کدگه، کی همین مرا لباس کگه، چیزی کردم حسابی خانه خود ما کدم. بین مرده که الله که زبانش کوتاه کردن نمیجای، تو کی مرا کرتا کبدی، کی مرا لباس کبدی. برای همین این شریعت برادرای عزیز بسیار بسیار ما را مصلحت های نیک میته که مسئله پیش از زن گرفتن علاقه آدم، پیش از آنی که زن میگیره باید که کوبو بینه من آیا تیار هستم برای زن گرفتن یا نه. ما هم وقتی در خارج میخوندیم میپرسیدیم بعضی بچه ها را
میگفت که 28 دایم 30 دایم زن نمیگیری آخه خیلی کویک امکانیت شود امکانیت کار کسای لیکن اولی مبلغی همون مهر جمع نکرده خود چون زن میگرتن اونا هر چیزی را که اگر آدم با مهنت و با پولی خودش کنه او چیز بسیار برادر عزیز می شود ولی شاید همی یک سبب طلاق هم ارزانی زنک هم باشه اگر یک کم ترک مبلغی زیاد بته مهنت که لیکن امورا بخر بگی بعد نگاه که در ناخونش داری باور کد خدای نکب گم من خونه و چه میرم در دسته میقبی میگوی نره زنک در دامش حضرت معاویه را چی گفت ولا تضرب الوجه هیچ وقت معاویه را گفت که هیچ وقت همین چهره برادرای عزیز همه هیبت همه وقار همه بگیم که نظافت همه همین زیباگی همه در چهره ولی قاری یک حدیث برای ما شما کم ترک آشکار کرد گفت که انا بهترین زنها کدام زنند گفتن خیر النساء بین یکم اذا نظرت الی کسی حق یتیم میخورد دویمش کسی که حق زن پایمال میکنه حقوق های زن که وقتی پایمال کردی پیامبر میگه من الله را میگم که ایرا اذیت که ببین ایرا عذابش که زیرا که این حقی هم یتیم خورده است اینش حق یتیم خورده است اینش حق زن پایمال کرده برای برادرای عزیز و گرامی شما دخترای مردم بگیم وقتی خانهاتون میارین یعنی همچون بیگانه قبول نکنین همچون فرزندای خودتون زیرا فرزندای شما هم در دیگر خانه ها به همو چخیلی که همو آمده است خچه بسیار بیچاره در یک حالت ترس در یک حالت مثال دلاور نمیشه یک چیز پرسه دلاور نمیشه یک گپی بلند بزنه برای همین شما همچه یک پدروار همچه یک مادروار شما صلای او را رسیده کنین شینانده مقصد نصیحت کنین آخه این کلین شما این دختر شما این زن فرزند شما بسیار در همین چیزا اهمیت بتین میگه نزن نزن میگه پیامبرمون هیچ وقت این جوان مردی نیست برادر عزیز که وقتی مردک زن شب زنه میگه ولا تو قبیح معاویه را گفت چهارم حقی که به گردن داره هیچ وقت حقارتش نکن بین حقارت نکن برادر عزیز و گرامی زندگی ها بینین همین در زندگی که اگر همین زنک با وقت فرزندار میشه و فرزندار دیدین که حتی گپ هم میفهمن تو میای مثال مادر تا فلان کنم پدر تا فلان دیگر حقارت میکنی این چی قدر مثال خیلی کاری شومای به خدا قسم بسیار کاری زیشته وقتی که ما مثال در زندگی حقارت میکنیم و آخران چیزی را که حضرت برای حضرت معاویه گفت ولا میکنیم و آخران چیزی را که حضرت برای حضرت معاویه گفت ولا تهجر الا فی البیت بین گفت که اگر یک مبادای خیلی دلت اگر غمگین کند رنجانید برای تعلیمش جاگه خواب تا جدا کن مثلا اگر خانه خوابی ما همین باشه جاگه ما بر طرق میپرتم و طرفش میگم که زنک خلاص همین فعلی تو همین کاری تو چندین بارها گفتم مرا بسیار دلم خسته کردی بسیار ماندم کرده مجبور شدم که حتی که مقصد همین کورپم یا همون مثال جاگه خواب ما تنیت جدا کنم یعنی این معنای او را دارد که با همین کارت تو زن میتونی که تربیه کنی یک راهی تربیهش یک راهی درست کردنش برای همین برادرای عزیز و گرامی این حدیث بیانگری او است که ماها هیچ وقت در نسبت زنها این طبع اهمیتی بدم نبود خیلی است که من حالی برای مثال دادنم عبدالله جان که پیشم هست من برای این مثال این چیزها را گفتم ولی خواهرای ما هم باید برادرها حقهایی که بزیمشان هست باید که اینها را اونها هم دانند خدا برکت همون مادرای را که پیشترک در کتابا میخونیم چی مصلحت‌های خوبی میدادن به خدا چی مصلحت‌های نیک برای دختراشون میدادن
این خیلی گوسلی بهترین میکردن که زندگی ها چقدر زیبا بود و خوب بود. حاضر مادرای حاضر خدا دانا های که مثال برای دختراشون چی نصیحت میکه باشن. خدای مهربان این زندگی دادر ما عبدالجان خوب کنه، زندگی شنگی انشاءالله که گمان من خدا خواهد همینه که از بابی حاجی احرارالدین و برادرای ما اینجا اینا حاجی خیرالدین اینا هیچ وقت گمان من این نیست که اینا اگام بچه های بد اخلاق و بد زبان و بد رفتار باشن، لیکن به هر حال برای نصیحت هر کدوم من نیاز داره، همه من نیاز داره. خدای مهربان قدومی خواهر در خاندان نیک کنه، قدومش خیر بگردونه و الهی مهربان جمعشونه جمع با خیر و با سعادت کنه. خدای مهربان که عزیزای خدا میگن زندگی آینه بیش و کمی است، هر شبی در آسمان ستاره نیست. اگه زندگی رنگ همی آسمان بوده برادر، گاه ستاره داره و گاه ستاره نداره، یعنی گاه زیباگی داره گاه زیباگی نداره، لیکن به هر حال در برابر این با پیامبر میگه لا یفرق مؤمنون مؤمنتن این کری منها خلقا رضی منها آخر. عبدالله میگه که اگر همی دخترک هم یک آدمی های نصرانیوت اگر ویران هم کرد لا یفرق غضبناک نشد، زیرا اگر این کارش داره اگر مبادایی که یک ملالت کرد با کار دیگرش راضیت میکنه. برای همین یعنی غضبناک شدن در کار نیست. انشاءالله همه کار راه خودش میاد و همه کار درست میشه. الهی مهربان بازم خاتمه اونا بخیر کنه و ایمانامون با سلامت نگه داره و توی در این خاندان بازم مبارک و خواهر ما را و دادر ما را الهی مهربان عمر دراز، ایمان کامل، سعادت دارین نصیبشان گردانه. اللهم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت.